معرفی 3 بیزنس آنلاین که میتونه در دنیای دیجیتال آینده شغلی و مالی تو رو تضمین کنه. اگه دوست داری بیشتر بدونی با من همراه باش. سلام، من مژگان هستم. سوئیس زندگی میکنم و دکترای اقتصاد انرژی دارم از دانشگاه ETH زوریخ. اینجا هستم 3 مهارت آنلاین رو بهت معرفی کنم که با یادگیری اونها تو کمتر از 2 سال آینده میتونی به یکی از برترین های این حوزه تبدیل بشی و آینده شغلی و مالی خودت رو تضمین. اولین مهارت دیجیتال مارکتینگ، ستون اصلی اقتصاد دیجیتال و سلطان بیزنس های آنلاین. شما با یادگیری این مهارت میتونید حتی از گوشه خونه خودتون برای برندهای معتبر دنیا کار کنید و درآمدهای فوق‌العاده داشته باشید. چرا؟ چون هر بیزنس جدیدی که به بازار معرفی میشه، حالا مهم نیست یک بیزنس استارتاپ کوچیک باشه یا یک برند میلیاردی، برای معرفی شدن، بقا، فروش بیشتر و سود بیشتر در بازار نیاز داره که از استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال به بهترین شکل استفاده کنه. از طرف دیگه در دنیای دیجیتال تمام دارایی یک کسب و کار اعتماد و توجه مخاطب. دیجیتال مارکترها با استفاده از استراتژی‌های درست بازاریابی دیجیتال و ترکیب مهارت‌هایی مثل تحلیل داده، تبلیغات و تولید محتوای ارزشمند میتونن به معرفی بهتر یک برند کمک کنن و از همه مهمتر باعث بقای اون برند در بازار، افزایش فروش و سود بیشتر بشن. بنابراین اهمیت این مهارت در دنیای رو به رشد دیجیتال هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. پیش بینی شده که تا 3 سال آینده مهارت دیجیتال مارکتینگ به یکی از 10 مهارت برتر در حوزه تقاضا تبدیل بشه. پس این مهارت رو دست کم نگیرید. مهارت بعدی تولید محتوای دیجیتال. قدرتی که برندها رو میسازه. محتوا قلب تپنده هر برندیه. شما هر کاری که در دنیای دیجیتال انجام میدید به محتوا نیاز دارید. حالا پادکستر باشید، بلاگر باشید یا یک شرکت تبلیغاتی، فرقی نمیکنه. از طرف دیگه میلیون ها نفر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سرگردان به دنبال اطلاعات هستند، یا فان یا سرگرمی، و این یعنی فرصت طلایی برای کسانی که به تولید محتوای دیجیتال تسلط کافی دارن. این مهارت قراره تا سال 2028 به یکی از پرطرفدارترین مهارت‌ها در دنیای دیجیتال تبدیل بشه. پس این فرصت رو از دست ندید و از الان سرمایه گذاری کنید روی خودتون تا بتونید تا کمتر از 2 سال دیگه به یکی از برترین های این حوزه تبدیل بشید. برنامه نویسی و توسعه وب، مهارت بعدی، پایه‌گذار دنیای دیجیتال. پشت هر اپلیکیشن، وبسایت، کسب و کار دیجیتال و هر پلتفرمی که شما بهش وابسته هستید، برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب هستند. اهمیت این مهارت رو برای بقا در دنیای رو به رشد دیجیتال دست کم نگیرید. قراره این مهارت تا سال 2030 شاهد رشد 25% باشه. 25% رشد فقط در رابطه با همین مهارت. به هر حال دنیای روبروی ما و آینده دیجیتالیه و ما ناگزیر هستیم که یکی از این مهارت‌ها رو به خوبی یاد بگیریم و روی اون تسلط پیدا کنیم. انتخاب با شماست. توی کامنت ها برام بنویسید که کدوم مهارت بیشتر از همه شما رو جذب کرده. ضمناً اگر سوالی در مورد مهارت دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوای دیجیتال دارید یا حتی تمایل دارید به این حوزه وارد بشید، میتونید از طریق اطلاعاتی که روی صفحه نمایش میبینید با من تماس بگیرید.